شهید ما احساس کردم پدرم رو از دست دادم و واقعا نمیدونم این چه غمیه که منو گرفت از سر شب که خبرهای اون رو شنیدم و اینکه پیام من به آمریکا و اسرائیل اینه که ما مردم ایران به هیچ عنوان پشت امام خامنه‌ای رو رها نمی‌کنیم و این نهضتی که داشتن ما ادامه خواهیم داد. ایشون اصلا در حدی نمیدونم که بخوام باهاش صحبت کنم، ولی همون چیزی که آقای خامنه‌ای گفتم به زودی زود انشالله یه خوشحالی عظیمی قسمت مردم ایران میشه و اون انشالله نابودی اسرائیل و آمریکاست. اصلا نمیتونم چیزی الان بگم، فقط زبونم قاصره. ای کاش اینو توارم رفته بود، آقا نرفته بود، چون ستون خیمه بود، عمود خیمه بود. باید جواب بدیم، باید این چنانچه بی پاسخ نمونده. من فقط همین رو میخوام، باید انتقام، چون خط قرمز رو دیگه رد کرده. یتیم شدن حس قشنگی نیست. بعدا میفهمم یتیم شدن چیه. اون آقا رو زمین نمیمونه، اون آقا رو زمین نمیمونه، میگیره غریبانشونو میکنه. یه ایران یتیم شد، یه ایران یتیم شد.